من فکر میکنم که آغاز همه این جنایت ها همون بود که در سیسی 16 سفرعلی کنجایف رو دزدید و برد گروگان گرفت، خودش رئیس شورا شد و بعد رفت به ازبکستان، از اونجا سلاح گرفت و به وطن خودش هجوم کرد. پس همین روز، پس دقیقاً یعنی این سیسی 16 شورای عالی یکی از جنایت‌های بزرگی بود که رحمان توسط این سبب گشت که دیگر جنایت‌ها را انجام داد. درست؟ چون من ببینید یک دوست، یک جنایتکار برای آنکه جنایت اولی خود را پنهان کند بعد مجبور میشد که جنایت‌های دیگر را صادر کند تا اینکه تا وقتی که زنده هست اون جنایت برای اون جنایت جزا نبیند و حتی فکر میکند که بعد از خودش هم مثلا پسر یا دخترش رو بیارد که اون پرزیدنت باشد، چون تا وقتی که یکی از اعضای خانواده‌اش پرزیدنت هست تاریخ او را جزا در نزد تاریخ او را جنایتکار نخواهند گفت. مثلا تقدیرش مثل اسلام کریموف نخواهد شد یا دیگر دیکتاتورها و از حال این فکر را کرده ایستاده است. من فکر میکنم که اون خودش امام رحمان خوب درک میکند که چی قانونشکنی ها و جنایت های در اون مرحله کرد و برای پنهان کردن و برای به جزا ماندن در نسبت اون جنایت دیگر جنایت های دیگر را تا این روز کرده ایستاده است. حالا اگر باید ببینید ما مثلا حالا سبب همین است که یک سوال با وجود میاد که آیا ما مثلا امام علی رحمانوف برای آنکه به جزا بماند لازم است که باز جنایت های دیگر کردن بگیرند و بعد از خودش فرزندانش باید همین سیاست رو دوام بدهد و جنایت های دیگر صادر کنند، یا به این نتیجه برسیم که در یک توافق ملی که امام علی رحمان بخشیده شود اون جنایت هایش، قدرت رو رها کند، ملت رو دیگر اذیت نکند، از این بیشتر دیگر جنایت نکند و همین که قدرت رو رها میکند یک حکومت ملی میآید، افراد ملی میآید، اما با شرطی که او برای جنایت های قبلیش دیگر مجازات نمیشد. البته ببینید او خودش پیشکی در کنستیتوسیا و در قانون پیشوای ملت این نکته رو هم این بند رو هم وارد کرده است که خودش و خانواده‌اش برای جنایت‌هاشون مورد جزا قرار نمیگیرند. یعنی پیشکی خودش میداند که چه جنایت کرده است و آینده هم فرزندانش چه جنایت خواهند کرد. یعنی هنوز فرزندانش پرزیدنت نشده الکی میداند که جنایت میکنند. من فکر میکنم که این رو باید در یک توافق ملی، اگر حالا این رو نه من گفتم میتونم نه خودت نه کسی دیگر، اگر یک توافق ملی صورت میگیرد که اونم نه به خاطر آنکه امام علی رحمان جنایت نکرده است و بخشیده میشود، نه به خاطر رهایی ملت از این بنبست. یعنی شما آماده است که ببخشید استاد رحمان برای رهایی ملت؟ یعنی که برای رهایی ملت میلیاردها دلار اینقدر دارایی های این ملت به خارج برده شود، یعنی شما همچون یک رهبر مخالفین آماده به بخشش رحمانوف هستید که ملت رها کنه، اما همه چیزش از خودش ولی تنها ملت رها کنه؟ ببینید من کی هستم که ببخشم یا نبخشم؟ این ملت است. همچون یک رهبر مخالف، من هم رهبری بخش از نیروهای مخالفین، من میتوانم این مسئله رو به ملت مطرح کنم یا با یک جمع از نخبگان، از کسانی که در یک مشورت ملی ما تصمیم میگیریم. اگر اکثریت به این نظر باشند و واقعا در این راه حل باشد میشود به این اقدام دست داد. چرا نه؟ پروردگار با همون بزرگیش میبخشد انسانها رو تا لحظه آخر. میگه در لحظه آخر هم اگر بنده توبه کرد تا دیگر بخشیده میشود. ما کی هستیم که یک نفر بیاد در پیش ملت توبه کنه برای جنایت‌هایش و بگه که من از قدرت میروم و قدرت رو به یک حکومت ملی واگذار میکنم؟ چرا ما اگر این جزئی از راه حل باشد چرا نه اگر ببینیم که این جزئی از راه حل نیست دیگر من تصمیم گرفتن نمیتونم، این رو ملت تصمیم